پسر، هر کار دنیا عاقبت دارد پشیمانی، بغیر از خیر و احسان و نمازی که تو میخوانی. نصیحت گوش کن جانا، شنو پندی بزرگان را، به وقت صبح خیز از خواب که فرزند مسلمانی. اگر ترس از خدا داری مکن هرگز دل آزاری، که آزار دل مردم نباشد رسم انسانی. مشو مغرور مال و زر اگر عقل از تو را بر سر، که روز میرسد آخر به زیر خاک پنهانی. من ربک. گذر کردی ز قبرستان بخوان تو آیت قرآن، شود روز به آرامگاه تو را آرند مهمانی. بیارندت به محشرگاه خدا قاضی شود آنجا، و جنت می روی یا نار جوابش را نمیدانی. به همون خاطر پسر